سلام بچه، امروز اومدم بهتون یاد بدم چگونه در بازی ساکو اسکول پول رو زیاد کنیم و این نه بی نهایت ها زیادش کنیم. یه مقدار زیادی هم میشه. خب البته تو هر دنیاتون که هر سیوتون فقط میتونید یه با این کار کنید، فقط یا با دختر یا پسر. مثلا رفتید پسر گرفتید پولش بی نهایت کردید، نمیتونید به هر دوشون بی نهایت باشه. خب برای این کار اول میرید بانک. خب میرید بالا اتاق رئیس. خب اتاق رئیس رو که باید بلد باشید تقریبا همتون. خب اینا همین بانک رو میرید بالا. خب آموزش سیو کرده ایشان بهتون میدم. خب میاید اینجا قشنگ همینجا. حالا من دوباره برم بالا ویدیو حساب میکنم تا ویدیو تونه اکسه. خب وقتی میاد بالا اینجا این شکلی میکنید، اینو پرد میکنید. یه چند بار بعد این کار کنید. نباید با این بکنید. این پرد شد. خب الان همونجوری که میبینید اون شخصیت رفت میدو شخصیت پسرتون. این پولا میینه اینجا. برای اینکه بتونید بهش دسترسی پیدا کنید، روی این بود نه ببخشید، میزنید روی 4. خب اینه دیگه. آره نه این که نیست دایی. خب این چی نیست. این با میرفتیم سوم. این نمیدونم کدومش بود، یادم نیست. اونو پیدا باید کنم. فعلا ویدیو حساب میکنم. خب میای اینجا این بالا باشه یه دقیقه قشنگ بزنم. بدونید کجا روی این میزنید. خب این. خب حالا بعد میزنید روی این دومی، روی این 4. خب اینا میزنید روی این 4. خب میاد شواین میشید. بعد دوباره روی این میزنید. خب نه یا نه این ها نه این که مال این نیست. خب اینو میزنید. کدومشه؟ این که نیست.